بدل آفتابی ای محبت بدل آفتابی ای محبت بدست ماکتابی ای محبت بدست ماکتابی ای محبت بدل آفتابی ای محبت بدل آفتابی ای محبت بدست ماکتابی ای محبت بدست ماکتابی. بیننده‌های عزیز و ارجمند، با یک جهان مهر و محبت و اخلاص و صمیمیت ما برنامه نوبتی آفتاب محبت را تقدیم شما عزیزان می‌داریم. این بار موضوع برنامه ما حفظ ارزش‌های ملی و معنوی است. همصحبت ما هستند استاد دانشگاه دولتی خوجند، عالمه نامور، فرهنگ شناس مقدس حید بایبه. معلمه ارجمند، من شما را خوش آمدید میگویم. البته حفظ ارزش‌های ملی و معنوی این حمایه فرهنگ، زبان، تاریخ، عنعنه و هویت ملی می باشد که پایه‌های دولتداری و بقای ملت را تامین می سازد. این عامل‌ها را در روند جهانی شوی چه ارزیابی میکنید؟ مرحمت. درست میگوید خواهر عزیزم، سپاس از همین موضوعهایی که شما مورد مطرح و مورد بررسی قرار میدهید. گمان میکنم که همین مسئله ها در روند جهانی شوی حفظ و حمایه ارزش های ملی، ارزش های فرهنگی که این را اگر به طور خیلی عادی و ساده اگر بیان نماییم، این همون عرف و عادت، عنعنه، بله، سنت های قدیمی نیاگان ما بهترینه که مردم شریف تاجیک دوام هزار ساله ها آن را پا برجا می داشتند. بله. امروز خوشبختانه من از پیشوای معظم ملت همچون یک روشن فکر هزاران هزار کرد شادی و ممنون هستم که امروز اگر به جهان امروزه نظر افکنیم، همین گونه دولتی که آرام باشد، آسایشته باشد، مردم در فضای صلح و ثبات زندگانی کنند، همین قریب که انگشت شمار است. وقتی که به جهان امروزه نگاه میکنیم، خاصتا در روند جهانی شوی که تمام سیاره رو فرا میگیرد، همین محض هر یک خلق و ملت میتواند توسط نگاه داشتی ارزش های ملی خود پابرجا ماند. بله. چگونه که شما به نهایت عارفانه گفتید، همین نگاه داشتی ارزش های ملی در حقیقت نگاه داشتی فرهنگ ملی، نگاه داشتی عرف و عادت و عنعنه و سنت های نیکی که تخمینا بیش از 6-7 هزار سال این جانب مردم شریف تاجیک آن را ساخته اند. آن را با همین دستانی پر مهنت خود، با همین یک خصلت عارفانه، خصلت انسانه، با خیرت ازلی و ابدی خود آن را ساخته اند. همین موضوعی که ارزش های فرهنگی، ارزش های ملی، ارزش هایی که پدران و مادران ما اینقدر با زندگی سازی خود، با انسان سازی خود آن را تکامل داده اند، امروز ما باید آن را چون گوهرک چشم نگاه داریم. مثلا این رو بینید که محققان میگویند که
همین روند جهانی شوی تا به اندازه به ذهن مردم اینقدر ذهن مردم رو کاهش داده است که از اصل خش بیگانه میشویم. یعنی که اصل انسان چیست؟ آخه ما انسان رسالت اساسی انسان چی است؟ یک زندگی رو با مهنت حلال ساختن، یک فرزند صالح رو تربیت کردن، یک عائله صالح رو برپا کردن و در زمینه همین عائله صالح و فرزند صالح یعنی که بنیاد کردن جامعه سالم، دولت سالم، دنیای سالم، عالم سالم همین گونه. ولی متاسفانه امروز ما از اصل خش بیگانه. یعنی که آخر انسان باید چگونه باشد؟ انسان قبل از همه انسان دیگر رو احترام کند، انسان قبل از همه به انسان دیگر محبت کند، احترام کند. یعنی ارزش های مردم تاجدار تاجیک این چی هست؟ پیش از همه ارزش ها رو امروز پیشوای معظم ملت یک به یک آن را روی آب میبیارند و میگویند که با همین وظیفه ما فرهنگ نگاران، وظیفه مقدس پدر و مادران، وظیفه مقدس هر یک روشنفکر در اون است که اون چه که نیاگان ما داشتن همین را ما باید حفظ کنیم، در حیات آن را پیاده کنیم، پیاده سازیم. یعنی ارزش رو اگر ما به طور خیلی ساده برای بینندگان گرامی گویم، این پیش از همه احترام مادر، احترام پدر، احترام کلان سالان، احترام بنی انسان. اکنون اینا بینید که امروز این چیز خیلی تشویش آور است. انا همین در حقیقت یکی از عامل ها همین عامل تاثیر یعنی که شبکه های اجتماعی با گونه های زیادی خود که همین توسط تلفن موبیل، توسط تلویزیون ها، توسط و فیلم های خارجی و دیگر آخر این به ذهن کودک وای قبول میکند وای بسیار زیبا قبول میکند. آخه وای ذهن خالی هست، وای اکنون پر میشود، وای از فیلم های انمون تصویری سر کرده و از نصیحت مادر و از نصیحت مادر کلان وای آیسته غناوت میگیرد، وای جهان خود رو میسازد. اکنون در همین جهان سازی ما باید که راهی بهترین و عالیترین و سفیدترین و نیکترین رو ما باید نشان دهیم. از این لحاظ همین البته ارزش های ملی ما رو اگر خواهر مهربانم گویم باور میکنید وقتی که ارزش های ملی که مردم تاجیک برای ما ساختند و همین پایدیوار ملت تاجیک رو برای ما گذاشتند، همین باور کنید من همچون یک خواننده گریه میکنم. چرا؟ اینکه بزرگان ما از خانه رفتن، حولی رفتن، آتش همین دیگ رو افروختن، ناشته رو شستن، مادر رو احترام کردن جای اول رو میگیرد، پدر رو احترام کردن جای دوم رو میگیرد، مادر کلان، بزرگان، احترام کلان سالان، همه و اینقدر زیبا همین گوید با ترتیبش. حتی بعضی بزرگان هستند که ترتیب کردی میمونن، یکم دوم سوم چهارم همین گریه آدم میبیاد که اینقدر انسان سازی رو، اینقدر ارزش اصلی انسان، رسالت اصلی انسان رو اینقدر حروف چینی کردن، ولی اون در داخل کتاب ها امروز بعضا خوابیده است. گیرید وای رو یک بار برای این نسل نورس کشوید، گوید که فهمد که نسل نورس این زندگی بازی با تلفن موبیلی نیست، زندگی این آن نیست که مادر مهربان گرفته حوله رو بند و کودک یا جوان یا نورس تلفن بازی کند. امروز محققان درباره عشق هم میگویند که عشق سازی این گونه نیست. عشق سازی مردم تاجیک به آلایش بود، اینقدر صمیمی دوست می‌داشتن که دختر هیچ وقت این گپ رو به زبان نمی‌آورد، ولی پسر با هزاران شرم و حیا، حتی این روایت ها هستن که هیچ پسر هم حتی از مادر و پدر بگفتن شرم می‌داشت، بیمار شده خواب می‌رفت، طبیب را می‌آوردن که چی شده است به فرزند من، بعد طبیبی حاذق که وای آخر طبیب است، وای عالم است، وای چی است، وای میفهمد میگوید به پدر آهسته، هم طبیب هم روانشناس، روانشناس است، آهسته میگوید که فرزند شما جسمش بیمار نیست، روحش بیمار نیست، و فقط که عاشق است. همین قدر شرم و حیا در جوان
جوان با پسران پرده بود. بی پرده سخن بی نمیگفتن. پرده سخن نمیگفتن. پیکار و راه زندگی مردمان فارس و تاجیک در درجه عالی است و با یک پرده حریر زیبایی است و همین گونه زندگی سازی رو برای ما به میراث گذاشتن. اکنون انا همین تشکر زیاد که شما همین مسئله ها رو وای میکنید. یعنی انا همین ما باید امروز به تمام مادران مهربان، قبل از همه به مادران مهربان، به مادر بزرگان مهربان، به پدران بزرگوار، به پدر بزرگان ما باید گوییم که بسیار از فرزندان خود احتیاط باشید، با خبر باشند، با خبر باشید که این تلفن موبیلی همه خیلی می نماید ولی داخل این تلفن موبیلی که این کودکا و زیرک هستند و در و به اینترنت در اومده، این به دنیای اروپا می روند. اکو وظیفه مقدس ما همین است که همین رو به نسل امروز ما به قلب آنها رسیده توانیم. یعنی که معلمه ارجمند حفظ و نگهداشتی ارزش های ملی و معنوی باید که پیش از همه در عائله باشدن، در عائله سرچشمه گیرد. این چون یک زنجیر طلایی است. این انا همین حفظ ارزش های ملی و فرهنگی مدنی اینها چون یک زنجیر طلایی با هم پیوست هستند، ناگسستنی هستند. البته سرچشمه حیات مادر مهربان، بعد از آن البته که روی دنیا آمدن پدری بزرگوار، مادر کلان، بعد از آن باغچه و مکتب، همین زنجیر طلایی باید ناگسستنی باشد. در همه حالت باید ما احتیاط شویم. لیکن خواهر مهربانم، من در تربیه که بسیار چیزی مرکب است. برای نگاه داشتن ارزش های ملی این انا همین با تربیه طلایی مادران و استادان این را ما پیاده کرده میتونیم. خاصتا در روند جهانی شوی که امروز فرزندای همین باور کنید فرزندو با همین زمانه و نگاه کرده، مثلا من اکو روم اوچه جان یک بار تلفن تو نگیرم، بعد هم تو نگاه کنم اوچه جان 5 دقیقه بس میگوید. یعنی که اونها هم میخواهند که چگویم همین وی جهانی و وارد شوند. یعنی که من هراس دارم که فرزندم رو مثلا این در این روند جهانی شوی و مثلا در ذهن خالی و زیبایی او اینسان آن باید چیزهای نیک باید آنجا زم شود تا اینکه یک فرزند صالح شود و یکم به مادر خدمت میکند، به پدر خدمت میکند، ثانی به دولت و به ملت و به میهن و به کیهان خدمت میکند. برای ساختن این تربیت چیزی بی‌نهایت مرکب است. ولی من اطمینان کامل دارم که هر یک مادر و پدری که با یک محبت میگوید که من فرزندم رو حتما همین خیلی تربیت میکنم که یکم خودم بهره میبرم، بعد مثلا جامعه و دولت میتواند. چون که من همین مثلا امروز ساعت به ساعت دقیقه به دقیقه روند جهانی شوی باز هم تیزتر و با سرعت کیهانی حرکت کرده ایستاده است. از این لحاظ از طرف دیگر باشد چگویم همین مقدس ترین چیزهای انسانی کاهش یافته ایستادن، محبت، عشق، مهر، عدالت، سخاوت، همین خیلی که در برابر با سرعت کیهانی ترقی کردن علم و تکنیک این مقدس ترین ارزش های انسانی کاهش می‌یابند. انکو ما باید مبارزه بریم که وای چیزها رو همین خیلی با قلب و با نور چشم سخت نگاه داشته همین کودکا و نورسا و ما میتوانیم به آنها گذاریم. من اطمینان دارم که میتوانیم. یعنی که این از دیدن، از شنیدن، از یعنی که از تاکید اهل خانواده، پدر و مادر، بیبی و بابا است. انا من اطمینان کامل دارم که پگو وای مثلا مکتب رود و دو دهن معلمه گویند که بچه‌ام انا فرهنگی ما من خیلی است، کاری ما خیلی است. البته و یک علاقه خودش تشکل می‌یابد در شخصیت سازی همین خیلی یعنی که سهم گذاشته میشده است. در انمی زمانه هم میشده است. بی‌نهایت خوب میشود. هم با من هیچ گفتنی نیستم که مثلا روند جهانی شوی رو ما نمیتوانیم که ارزش‌های نیک نیاگان رو نگاه داشته باشیم. برعکس خوبتر و بهتر میتوانیم. برای اون که امکانیت ها رو پیشوی معظم ملت من اینقدر اون کس رو احترام میکنم، دوست میدارم، امکانیت رو برای ما همین خیلی فراهم آوردن. همین صلح بینید، این مثلا چهچهی آواز پرنده های بینید، کنی دیگر دولت ها این چیز از کجا؟ اگر من نگاه میکنم که گریه میکنم. همین دیگر معلمه ارجمند وقتی که مهمان های خارجی و تاجیکستان وارد میشوند، البته عرف و عادت های ما، عنعنه های ما، سنت های قدیمه ما
تماما دیگر است. در حیرت بیشک آنها عاشق همین سرزمینی ما میگردند، یعنی که مهر، محبت، همدیگر فهمی، عشق و صمیمیت بین یار و دوستان، بین اقربا، بین مهمان و بین میزبان هست. این رو مهمانان الکی درک کردن. اینا بینید که در فرهنگ ملت ما برای مهمان جانشان را عطا میکنن. حتی اینا بینید که بزرگان ما آشی پلاو میپزیم. آشی پلاو. اکنون این همین مهمان نوازی ملت ما الکی این یک خودش ارزش بزرگی فرهنگی دارد که پیشوای معظم ملت نوعی گردیدن که امروز همین چیز رو به دیگران معرفی کرده توانند. دیگران نمیدونستند، مثلا امریکا، مثلا فرانسه، مثلا خیتای، مثلا دیگر دولت‌ها نمیدونستند که ما تاجیک‌ها این گونه سنت‌های بزرگ داریم که مهمون با نان و نمک، با کرنه و سرنر، با سخن نیک، با تبسم، با جای خوب و این هم یک ارزش بزرگ است که مهمان نوازی مردم تاجیک 6000 سال این جانب ادامه داشت. امروز پیشوای معظم ملت روی آب آوردند و به دیگه دولت‌ها نشان دادند. سنت‌های بهترین مردم تاجیک رو این کس که میدونستند همین توسط خلق زحمتکش آن رو روی آب آورده توانستند. از این لحاظ مقام خودشان رو اینو بینید. این هم نقش مادر، این هم نقش عائله است که تاثیر کرده است. اگر از عائله بینید و شنوید و قبول کنید، اون رو آینده به فردایان داده می توانید. ارزش های ملی و فرهنگی ما، عنعنه های ما، سنت های ما را امروز جوانان پیشصف، تشبسکار، آینده دار در دولت های مترقی دنیا رفته در هر یک عید و بزمه های تاجیکانه اون را معرفی میکنند که امروز جهانیان از عنعنه های قدیمه ما، از عرف و عادت های ما، ارزش های ملی و معنوی ما برخوردار هستند که با وجه می آیند. ما یک جهان افتخار میکنیم. تشکر میگم معلم ارجمند. بیایید یک ترانه ناب همراه شنویم. حافظ شناخته سغزمین مبارکشاه سفر با یک برگ سبز آمدند. خوش آمدند. زندگی را در تبسم های یارانت بجو، در دلی گرم و نگاهی دوستارانت بجو. زندگی را در تبسم های یارانت بجو، در دلی گرم و نگاهی دوستارانت بجو. زندگانی با محبت های ما در زندگیست، زندگانی با محبت های ما در زندگیست. گوهری او در نگاهی خواهری جانت بجو، گوهری او در نگاهی خواهری جانت بجو. هم یک نوبتی از زندگانی ماست، شادی را در استواری های ایمانت بجو. کودکانت نعمتند و غصه ها را دور کنند، نور آنها در هوای نوری از
بجو هر کجایی می روی دل بر وطن مانو بیرو هر کجایی می روی دل بر وطن مانو بیرو در بهشتی هم بهشتی تاجیکستان بجو در بهشتی هم بهشتی تاجیکستان بجو تاجیکستانت بجو بیننده‌های عزیز و ارجمند، برنامه آفتاب محبت ادامه دارد. ما میبینیم که معلم عزیز آفتاب نیز به سر ما نورپاشی میکند. البته تمنا میکنیم که آفتاب محبت همیشه در خاندان مردم تاجیک شعله افکن باشد. اصلا همین برای حفظ و پابرجا نگه داشتن ارزش های ملی و معنوی ما نقشی عائله خیلی بزرگ است. اگر پدر و مادر والدینی که از خاندان سر کرده باغچه تا مکتب و دانشگاه های عالی به همین روند اهمیتی جدی دهند، ما باوری داریم که تا 100 ساله های دیگر، 1000 ساله های دیگر این ارزش های ملی و معنوی خیش را به آیندگان برده میرسانیم. نظر شما معلم ارجمند؟ درست میگوید خواهر مهربانم. چون از نور آفتاب سخن گفتید، من اندیشه میکنم که همین درک زیبایی نور آفتاب در همین فضای صلح و صلاح با اون شخصان میسر میگردد که زیر آسمان وحدت، زیر آسمان آرامی، صلح و ثبات با شکم سیر خاطر جمع عمر به سر میبرند. این هم خودش ارزش است، ارزشی که قیمت آن رو معین کردن امکان ناپذیر است که ما از نورهای آفتاب حلاوت میبریم، از زیبایی های طبیعت و از این برگ‌ها زیبا، از این باغ و راغی که زیر یعنی انمون هدایت پیشوای معظم ملت امروز تاجیکستان را ساخته ایستادیم. ما اون را البته میخواهیم به فرزند و نبیرگان ما که چگونه پیشوای معظم ملت همیشه میگویند باید ما با همین زیبایی باید به اونها به میراث گذاشته توانیم. درست است، البته نگهداشت و پایداری ارزش های بزرگ ملی قبل از همه از گهواره و از نصیحت مادر و از تبسم مادر و از پند و اندرز بزرگان و کهنسالان و موسفیدان خردمند و پیران روزگار دیده سرچشمه میگیرد. درست است. امروز اینا بینید که در حقیقت انامین شاه اثرهایی که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و خاندان هر یک عائله تاجیک اهدا نمودند، این خود دردانه است که داخل آن دردانه یکی از لحاظ علمی تاجیکان اکادمی باباجان غفورov یکی از نگاهی فرهنگی و معنوی و سنتی و روایت و داستان و علمیت، یعنی که دو سرچشمه بزرگ در خاندان ما است. باور میکنید خواهر مهربان وقتی که همین شاهنامه به خانه آوردن هدیه کردن، از کار رفتم، همین خیلی خرسند شدم، همین خوش شدم و خانم همین قدر آمفهم، همین قدر با سخنی همین ناب زیبای تاجیکی که ابوالقاسم فردوسی آوردند که به هر یک انسانی که همین حرف میدوند و درک کرده میتوند. همین خیلی سلسله داستان ها پر از مردی و مردانگی و چی دولت سازی و انسان سازی و دولتداری و پهلوانی و جوانمردی و زیبایی و محبت اونجا اینقدر شاهکاری شده است که در حیرت میشوید. این است انمون یکی از انمون سرچشمه ای که ارزش ملی ما رو ما میتوانیم که از جهت معنوی از جهت جسمی هم مردم تاجیک نمونه عبرت تمام جهانیان شده میتوانند. خواهر مهربان از همه جهت، هم از جهت جسمانی، هم از جهت معنوی، هم از جهت سنت های بهترینه که جهان آن را قریب که ندارد.
مثلا یک همین مهمان نوازی چگونه که شما گفتید که مثلا امروز خارجیان میبیان به دولت ما از همون قبولی خودشون و ها علاقه یک جهان معنی میگیرن، چون تاجیکان ما در هر کجایی که هستن مادران ما یا اینکه خود همون موضع های مثلا سیاحی اینقدر با همین یک تبسم قبول میکنند که هر یک خلق و ملت این کارو نمیکنند. بله معلم ارجمند، حاضر وقتی آن رسیده است که پدر و مادر البته در وقت‌های خالگی یا شامگاهان سری دسترخوان نشسته با فرزندان خیش، با نبیره های خیش به مطالعه شاهنامه کتاب تاجیکان بابا جان غفوروف پردازند، زیرا که آن همه دولتداری ما، آن همه شاهکاری ها، آن همه معنویت و هویت ملی ما آنجا نگاشته شده است و یک جهان معنی میبردارند. و امروز ما باوری داریم که جوانان که در تعطیل تابستانه هستند و بیگاهان شامگاهان وقت مییابند برنامه ما رو تماشا میکنند، از سخنهای ناب شما یک جهان معنی میبردارند و برابر این پدر و مادر هم فرزندان خیش را در حلقه خود گرفته از همین کتاب های بزرگان ما ورق گردان شود، معنویت آنها بلند می شود. درست میگوید. امین هر دوی این ماخذ این سرچشمه های بهترین طلایی مردمان فرسوچ است. اکنون اینه بینید که پیشوای معظم ملت اینقدر مثلا گویم و اقدام های بزرگ در روند منامی تاجیکان و شاهنامه بیزاول حکیم ابوالقاسم فردوسی، ما یک غایه های بهترین رو میبینم که در قطار این دو نابغه هزار نابغه های دیگری هستند که امروز میبایست آنها رو ما آهسته ورق گردانیم و مردم امروزه برای نگهداشت ارزش های و فرهنگی، ارزش های معنوی ملت تاجیک ما آن را روی آب بیاریم، آن را ما باری دیگر بازآموزی کرده با آنها ما یعنی که پیشکش خوانندگان گردانیم. البته درست است امروز که وقتی تعطیل است، اندکی وقتی مثلا از تعطیل اینها از درس ها فارغ‌تر هستند نسبتا، اینها البته مادران مهربان، مادر بزرگ ها، پدران مهربان، پدر بزرگ ها، بیگاه ها اگر یک شاهنامه فردوسی را گرفته یک ورق زده ایستاده، رسم های زیبایی که اونجا انعکاس کرده است و از گذشته ما اونجا آوردن و 4 جشن بزرگی فرهنگی ما که امروز پیشوای معظم ملت هر یکی آنها را به جهانیان معرفی کرده ایستادند و به فهرست غیر مادی یونسکو وارد کرده ایستادند. اگر با چشمان دیدگان خود خوانند خودشان قناعت میبرند. اینقدر یعنی زیبا همون کتاب شاهنامه یک سرچشمه است نگاشته شده است. درست است. هم از نوروز از صیفه 20 سر کرده از صده آغاز می‌یابد. ما 4 این جشن بزرگ رو علاقه از شاهنامه همراه شاگردان بزرگم ورق‌گردانی کردیم. خیلی افتخار نمی‌کنید معلمی ارجمند. اینقدر زیبا افتخار باید است. کرد. درست. یک افتخار ملی، یک هویت، یک همین یک زندگی سازی، انسان سازی اینجا همین قدر رشته نظم کشته شده است که همین انسان از هستی خودش و معنای خودش دوباره وارد می شود که انسان حقیقی باید اینگونه زندگی سازد، باید اینگونه جامعه سازد، باید اینگونه با دیگران در رابطه باشد، باید اینگونه نام خود را جاویدانه گذارد. همه همین ارزش های طلایی فرهنگ ملت ما در دو همین شاه اثر پنهان است. مثلا صیفه 20 گیرند از جشن صده اینقدر زیبا آورده هستند، بعدتر صیفه 119 نوروز آورده هستند، بعدتر مهرگان همین قدر زیبا اونجا آورده هستند که کس حلاوت میبرد، یک به وجد میبیارد که اینقدر گذشتگان ما زندگی دوست بودند، اینقدر گذشتگان ما محبت به همدیگر داشتند، اینقدر گذشتگان ما محبت به همین خاک و آب و زمین و آسمان داشتند که شکرانه میکردند که یزدان آنها را آفریده است و آنها زندگی می آفرند. این زندگی سازی را ما می توانیم از همین دو سرچشمه گیریم. از تاجیکان اکادمی بابا جان غفوروف باشد، دنیایی با یک علمیت است که اکادمی بابا جان غفوروف تمام هستی خود را برای همین راست ایستادن ملت تاجیک حیات خود را بخشیده هستند که آن را جهت علمی اساسنو کرده اینجا آورده هستند.
کردم ز خاکی پای تو بردی ای خود توتیا کردم برای دل فقط عشقی تو را من متکا کردم برای دل فقط عشقی تو را من متکا کردم من از جبری تو می نالم برای من ترحم کن ترحم کن که با این شادی بی انتها کردم ترحم کن که با این شادی بی انتها کردم جهان را جای شادی و غم انسان بنامیدم غم و شادی عالم را درون سینه جا کردم اگر با دوستان یک جا شوی غم را فراموش کن سرودی تازه خوان که از آن کیف و صفا کردم در عالم تا محبت است یاران در امان باشید که من با شیر انصاری شما را آشنا کردم که من با شیر انصاری شما را آشنا کردم با دستی ما کتابی ای محبت اگر ما به بحری بیکرانی معنویت و هویت و این ارزش های ملی و معنوی خیش ما غوطه‌ور شویم از درون آن باز صدها هزار صدف ها و گوهرها را برون میکشیم که ملت تاجیک قرنهای قرن عصرهای عصر برخوردار خواهد شد. درست میگوید خواهر عزیزم، چون یک شاعرانه اینجا افشا نمودید که اگر به اون بحری بیکناره ارزش‌های فرهنگی و معنوی مردمان فارس تاجیک غوطه زنیم چگونه سر میبرداریم؟ اگر به اون بحر بیکناره زیبا و دلانگیز و ارزش او را با سخن گفتن امکان ناپذیر است. اگر ما امروز غوطه زنیم همچون یک انسان کامل سر میبرداریم، همچون یک انسان کاملی که هم از لحاظ علم‌های دنیوی و هم از لحاظ علم‌های دینی همچون یک انسانی که با مضمون و محتوای خود سرفهم می رود و هستی خود رو درک می کند. این بینید پیشوی معظم ملت هم همیشه می گویند اکنون ما هستیم، بیاید هستی خود رو همین گونه آفریم که از بودن ما کسی دیگر بهره ور گردد. یعنی که هستی خود رو ما همین گونه کنیم که من دیگرو برای ما این گونه با خود
آقای زیبا این گونه صلح و صلاح را برای ما به میراث دادن. اکنون ما هم حرکت کنیم که همین زیبایی و تراوت، همین صلح و ثبات، همین مقدسترین ارزش های فرهنگی ما رو همچون احترام به انسان، به نسل انسان، احترام به مادر که حیات آفر است، همین رو به نسل آینده بی‌گزند باید اهدا نماییم. تشکر برای اینقدر سخنهای ارزشمند، فکرهای جالب، اندیشه های بکر. تمنا میکنم که بیننده های ذکی و ذوقمند ما هم از صحبت شما، از برنامه ما یک جهان معنی بردارند. در آینده ما این موضوع رو باز مطرح میکنیم. بیننده های عزیز و ارجمند، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. تمنا میکنیم که همیشه برای بلند برداشتن هویت ملی، حفظ ارزش های ملی و معنوی، فرزندان شما نیز از این دردانه های بی‌بهای ملت برخوردار باشند تا دیدن دیدار سربلند و سعادتمند باشید. به دل آفتابی ای محبت، به دل آفتابی ای محبت، به دست ما کتابی ای محبت، به دست ما کتابی ای محبت.